مردم بهسود میگویند که کوچیان با استفاده از جنگ افزارهای سنگین بر خانه‌هایشان حمله میکنند. به گفته آنان در حالی که اردوی ملی و پلیس در محل حضور دارند، کوچیان به صورت مسلح در برابر آنان گشت گذار میکنند. خب کلش طالب است. این کوچی طور نیست که کوچی بدر به خانه مردم در بده. دیر از 2 دانه دختر گم بود در منطقه بدسیت تا بگار پالیدت این از اولاد کس خبر نداره. دیر صدای 2 بجه جنگ در گرفتن میک شورز که مودم زی کواد به مردم داد قدم زی چوج پوچ خیر. به گفته باشندگان محل در جریان این خشونت ها در بهسود ده‌ها تن کشته و زخمی شده‌اند که پیرمردان، زنان و کودکان نیز مشمول کشته شدگان هستند. مرتکه پیر محاسن سفید حدوداً 80 سال است. در قریه هم دمی کجاب است به نام کتقلای دامرده یاد میشه خانه مولا. بیشتر از 20 نفر کشته از زخمی و عملا جنازه را دیدیم. قبلا دیدیم که شاگرد مکتب اونجا کشتن، کتاباش در پالویش بودن. در همین حال باشندگان بهسود میگویند که در نتیجه خشونت‌های کوچیان آنان مجبور به ترک خانه‌هایشان شده‌اند. این بجاشتگان در وضعیت بد به سر میبرند و شماری از آنان در مساجد جاگزین شده‌اند. باشندگان بهسود ادعا دارند که کوچیان خانه‌های آنان را آتش زده‌اند، اموال و مواشیشان را به غارت برده‌اند و کشتزارهایشان را نابود ساخته‌اند. در همین حال رئیس عمومی کمیسیون مستقل حل مسائل کوچی‌ها با رد این ادعاها میگوید که کوچیان مسلح نیستند، اما آنان چند میل اسلحه برای تامین امنیت خودشان دارند. کوچیان و سره اسکل سلا نشته او نه سلا ور سره و او نه اوس سلا لدی سره سته. دی سره صرف هغه یوازینی توپک او کلاشینکوف چې له وخته له زمانو لدی سره د خپل ځان د حفاظت پر هغه سره ور سره. در همین حال شماری از اعضای ولسی جرگه نیز خواستار اقدامات جدی دولت در حل این منازعه هستند. طی باشندگان محل در جریان این خشونت‌ها در بهسود ده‌ها تن کشته و زخمی شده‌اند که پیرمردان، زنان و کودکان نیز مشمول کشته شدگان هستند. مرتکه پیر محاسن سفید حدوداً 80 سال است. در قریه هم دمی کجاب است به نام کتقلای. کوچی طور نیست که کوچی بدر به خانه مردم در بده. دیر از 2 دانه دختر گم بود در منطقه بدسیت تا بگار پالیدت این از اولاد کس خبر نداره. دیر صدای 2 بجه جنگ در گرفتن میک شورز که مودم زی کواد به مردم داد قدم زی چوج پوچ خیر. مردم بهسود میگویند که کوچیان با استفاده از جنگ افزارهای سنگین بر خانه‌هایشان حمله میکنند. به گفته آنان در حالی که اردوی ملی و پلیس در محل حضور دارند، کوچیان به صورت مسلح در برابر آنان گشت گذار میکنند. خب کلش طالب است. دامرده یاد میشه خانه مولا. بیشتر از 20 نفر کشته از زخمی و عملا جنازه را دیدیم. قبلا دیدیم که شاگرد مکتب اونجا کشتن، کتاباش در پالویش بودن. در همین حال باشندگان بهسود میگویند که در نتیجه خشونت‌های کوچیان آنان مجبور به ترک خانه‌هایشان شده‌اند. این بجاشتگان در وضعیت بد به سر میبرند و شماری از آنان در مساجد جاگزین شده‌اند. باشندگان بهسود ادعا دارند که کوچیان خانه‌های آنان را آتش زده‌اند، اموال و مواشیشان را به غارت برده‌اند و کشتزارهایشان را نابود ساخته‌اند.